خیلی میگن دیدی تو ونزوئلا اومد ربایش کرد. آقا همین طرح تو ایران هم داشتن که دو تابعیتیا از خیلی قبلش اومده بودن نشسته بودن توی یه جایی 100 کیلومتر 200 کیلومتری تهران. یارو نجار بود حرفه‌ای از آلمان بلند شده اومده اینجا، دم دستگاهاش هم درجه به اسم مبلسازی و نجاری و اینا. چند تا محفظه چوبی درست کرده بودن برای ربایش. خب 3 تا محفظه بود. قرار بود اینا تیم پشتیبانی بودن، بیا نگاه کن چه تسبیحاتی و دوربینای دید در شب درجه 1 و همه چی هم به عنوان تیم پشتیبانی مهیا کرده بودن. قرار بود از بیرون با هوابرد چند تا تیم از این بلک آپس بیاد، آمریکایی، تیم‌های عملیات ویژه بیاد تو برای ربایش. چنان رو دستی خوردن، یعنی چنان وضعیتی براشون پیش آمد، کل گروه پشتیبانیشون دستگیر شد با تجهیزات با همه چیز که اصلا هوابرد جرئت نکردن بیان. هم روزای اول ببین اینا اصلا کاری که با ما کردن و شکست خوردن با ونزوئلا یه رقصی کردن. عملیات شاتن یعنی عملیات شوکه کن و منفعل کن. بیا یه سری بزن منفعل کن، بعد جارو کن ببر، بعد بدوز. الان امروز هم چند جور زد شوکهشون کرد رفت مادورو رو برداشت. فکر کردین کارا با ما نمیخواسته بکنه؟ خواسته و نتونسته، نمیتونه.